بسم الله الرحمن الرحیم. خلیل رحمانی هستم. در این ویدیو کلیپ قصد دارم شما عزیزان رو با نحوه استفاده از جداول لایبر که هر هفته در بلاگم آپدیت میکنم آشنا کنم. لایبر مخفف لندن اینتربانک آفر ریت هست، نرخ بهره‌ای که بانک های تجاری به یکدیگر در بازار لندن وام اعطا و دریافت میکنند. شیوه استفاده از این جدول متنوع است، اما 4 کاربردمون به این صورته: 1. به دست آوردن جهت ارز و جفت ارز. 2. به دست آوردن اولویت بازار. 3. انتظارات بانک های مرکزی. 4. نقاط تعادلی عرضه و تقاضا. ما در این بخش فقط به کاربرد اول یعنی جهت ارز و جفت ارز خواهیم پرداخت. خب، استفاده از شاخص نرخ بهره‌ای بین بانکی بدین ترتیب که شاخص هر ارزی با دوره قبلی خود مقایسه میشه که در کوتاه مدت این مقایسه بین است با هفته قبل یا ماه قبل مقایسه صورت گیرد. اگر نسبت به هر دو دوره هفته و ماه بالاتر باشد در جهت نرخ بهره معامله میکنیم. استفاده دوم در بخش جهت از شاخص نرخ بهره بین بانکی بدین ترتیبه که شاخص نرخ بهره بین بانکی هر ارز مقابل ارز دیگر دستخوش تغییر کند. هرچه فاصله بیشتر باشد در جهت آنکه در حال افزایش است معامله میکنیم و اگر تغییری نمی کند از ابزار رو به جلو استفاده میکنیم. خب، من 16 اکتبر جدول لایبر رو آپدیت کردم. خب، همونجور که نگاه میکنیم شاخص دلار ایالات متحده نسبت به تمام هفته‌های قبلیش مثبت شده، دلار یورو هم همچنین. پس کاربرد اول ما برای ما چیزی جهتی رو مشخص نمیکنه، چون هر دو شاخص نسبت به هفته قبل ماه قبل همش مثبت شده. اما کاربرد روش دوم استفاده در این بخش میایم با هفته قبل خودش مقایسه میکنیم هر شاخص. بالفرض مثال دلار ایالات متحده 14 اکتبر عدد 0.6571 اومده، 7 اکتبر 0.6419 و برای یورو 1.7838 هفته قبلش 1.7794. با تفریق این جمعه با جمعه قبل خودشون و مقایسه عدد به دست آمده با هم ما جهت این ارز رو به دست میاریم که شده اختلاف جمعه 14 اکتبر و 7 اکتبر برای دلار شده 0.0152 برای یورو شده 0.2044 که از اختلاف این دو عدد ما به دست آوردیم 0.0152 منهای 0.44 به دست آوردیم 0.0108 که به سود دلار تمام شده. یعنی ما باید دنبال موقعیت‌های خرید دلار باشیم که در چارت هم مشاهده می‌کنید دلار تقویت شده. باز ما در جهت تقویت دلار باید به دنبال موقعیت‌های قیمتی و زمانی مناسب برای فروش جوقرض یورو به دلار باشیم. امیدوارم که در این ویدیو کلیپ یکی از کاربردهای این جدول را آموخته باشیم. با تشکر، خلیل رحمانی.